از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه بخش یک نفر ساکن ناحیه مذکور زاهد فرستم سالی تولدش 1997 با گمان سوءقصد بر جان یک نفر ساکن دیگری ناحیه دستگیر کرده شد. دست به کردارهای خلاف قانون زدن برخی از نفران در بعضی حالتها باعث نگرانی جامعه گشته است. یک نفر ساکن ناحیه بخش زاهد فرستم سالی تولدش 1997 16 مارس سال جاری در بازارچه مرکزی جماعت شهرک بخش قرار داشته فروشنده شهروند سالیه و اولمبی سالی تولدش 1971 ساکن ناحیه مذکور را که به صاحب کاری مشغول بود با مقصدی از حیات محروم ساختن با کارد آشخانگی چند مراتبه به بدنی آخران میزند. خوشبختانه کارمندان بازار این حالت را دیده گمانبر را سری وقت از جبر دیده دور میسازند که زاهد قصد جنایتکارانه خود را تا به آخر رسانیده نتوانسته است. کوچه را خریدم خواستم که هم زنک بکشم پیش بازار آمدم و هم کوچه تر زدم من خیلی زدمش آمدم. با در نظر داشته آنکه در حرکت‌های زاهد فرستم بر علامت‌های ترکیب جنایتی سوی قصد آدمکشی دیده می شود. در پروکراتور ناحیه بخش نسبتش پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.